من دکتر نوید خپلواک هستم و موضوع بحث ما بر امروز سنگ در کیسه صفرا و آیا نیاز است که هر سنگ کیسه صفرا را جراحی بکنیم یا خیر. قبل از اینکه مستقیما روی موضوع بیاییم، موجودیت سنگ در کیسه صفرا تا زمان نیاز به معالجه ندارد تا که بالاخره علائم به وجود نبیاره. خب چی زمان علائم سنگ کیسه صفرا به وجود میه؟ زمانی که سنگ در کیسه صفرا سبب عفونت و التهاب در کیسه صفرا بگردد، یک سلسله علائم نزد مریض ایجاد میکنه. از همه اول دلبدی بعد از خوردن مواد غذایی، خصوصا فتی فودز یا شحمیات یا فٹس. اگر مریض غذای چرب بخوره و بعد از خوردن غذای چرب احساس دلبدی و تهوع و گاهی اوقات ای دلبدی به استفراغ تبدیل میشه، نشانه موجودیت سنگ و یا هم عفونت در کیسه صفرا است. خوب ما کیسه صفرا را به خاطر هضم مواد غذایی خصوصا شحمیات کار داریم. زمانی که سنگ در کیسه صفرا باشه و یا بنابر هر ملحوظ عفونت در کیسه صفرا جا بگیره، پروسه هضم به درستی به پیش نمیره و بعد از خوردن نان مریض احساس پوندیدن و دمش در قسمت فوقانی شکم یا اپیگاستریوم یا به اصطلاح معده میکنه. همچنان کسایی که سنگ در کیسه صفرا داره و یا سنگشان سبب عفونت کیسه صفرا شده باشه، درد در قسمت راست شکم گاهی اوقات ای دردها از نواحی شکم به طرف شانه راست ما یا بین دو شانه ردیشن یا انتقال میکنه و سبب به وجود آمدن دردهای صفراوی و یا در جوامع ما به نام قولنج صفراوی هم مسما شده. اینا بنابر موجودیت رگ عصبی است که هم کیسه صفرا و هم نواحی شانه را سپلای میکنه. پس در کیسه صفرا، درد برخاسته از کیسه صفرا میتونه در قسمت شانه مریض و یا در بین دو شانه هم احساس شود. خوب قسم قبلا گفتیم اگر عفونت در کیسه صفرا و یا سنگ در کیسه صفرا باشه، دیسپپسیا یا سوء هاضمه لازمی به وجود میه. خب اگر مواد غذایی هضم نشد، سبب بلاتینگز، غر و غور شکم، بادهای شکم و اسهالات میگرده. بلاتینگ سندروم که عبارت از امی سر و صداها و غر و غور شکم است. سوء هاضمه برخاسته از سنگ کیسه صفرا و عفونت کیسه صفرا سبب بادهای شکم، غر و غور شکم و در نهایت سبب دایریا یا اسهال نزد مریض میگردد. اگر تعداد سنگ ها در کیسه صفرا بیشتر شد، تأسیسات سنگ در کیسه صفرا بنابر هر ملحوظ به سرعت دوام کنه، در او صورت میتونه که سبب پر شدن کیسه صفرا بگردد، جایی که مواد صفراوی باید ذخیره شود. خوب اگر ذخیره‌گاه پر گردد، این مواد صفراوی میتونه فرضاً این کیسه صفراست و مواد صفراوی باید در کیسه به نام صفرا یا گال بلادر ذخیره شود. اگر این گال بلادر پر از سنگ شد، مسلماً کیسه صفرا بدون موجب بار به روده خرد مایع اثنای اشر میریزه. اگر از اونجا به معده و از معده به میری ریفلکس کنه، بلری ریفلکس هم به وجود میاره که در جوامع ما به نام زردجوشی بیشتر مسما شده. زمانی که سنگ در کیسه صفرا هیچ علائمی به وجود نآورده بود، ایسیمپتوماتیک بود، بدون علائم، نیاز به جراحی و نیاز به معالجه هم حتی نداره. خب بایل یا مایع صفراوی در کبد ساخته میشه. چرا باید ما مایع صفراوی را داشته باشیم؟ خب یکی از وظایف مهمش دایجستشن آف فٹس و یا هضم کردن شحمیات است یا لیپیدز. چیزی که خیلی مهم است در لیپیدز، فٹ سالبل ویتامینز یا ویتامین هایی که در شحم منحل است. بعضی ویتامین ها در شحم موجود است، در داخل شحمیات تیت شده و هضمش توته کردن از این شحمیات خیلی مهم است برای وجود تا که این ویتامین ها را از داخلشان بکشیم. این پروسه بیشتر توسط مایع صفراوی صورت میگیره. کدام ویتامین هاست که در داخل شحمیات گنجانیده شده؟ یکیش ویتامین دی است.
خوب شما با نام ویتامین دی آشنا هستین. برای استحکام استخوان و استحکام سیستم دفاعی فاکتور اساسی است. ویتامین K از جمله ویتامین های خیلی مهم بر استقرار جریان خون در بدن ما می باشه. کمبودش میتونه سبب خون ریزی از مجراهای مختلف بدن بگردد. ویتامین A برای صحت چشم و صحت بینایی ما خیلی مهم است. خب از جمله ویتامین هایی که در داخلش هم منحل است: ویتامین A، ویتامین K، ویتامین E که برای صحت کبد و جلد ما خیلی مفید است. اینا ویتامین هایی است که در داخل شحمیات می باشه و توته کردن و پارچه کردن شحمیات وظیفه مایع صفراوی است تا اینا را ازش مشتق ساخته و داخل جریان خون انتقال بده. خب وظیفه خیلی مهم دیگه بایل یا مایع صفراوی آماده کردن اومگا 3 یا اومگا فتی اسیدز برای جذب است. خب زمانی که مایع صفراوی با شحمیات روبرو میشه، این چربی و شحمیات توته کرده یک محلول به نام اینا را امالسیفای میسازه، یعنی مواد صفراوی جمع جوس پنکریاز و مواد معده اینا را با هم یک جا ساخته و یک سلسله شحمیات که قابل جذب مستقیما قابل جذب میشه اومگا فتی اسید است. برای صحت نیورونز یا حجرات عصبی ایش هم خیلی مهم است. یعنی اگر در وجود ما فتی اسید خصوصا اومگا فتی اسید کم شود، میتونه سبب بروز انواع و اقسام بیماری های مغزی و عصبی بگرده، از جمله الزایمر. بایل یا مایع صفراوی به خاطر انجام امی وظیفه توسط کبد ساخته میشه. همچنان یک ذریعه است به خاطر بیرون راندن مواد فاضله و مواد زائد ویست. ببینین ما وقت غذا میخوریم از دهن به میری و از میری به معده، از معده به امعای کوچک و امعای بزرگ میه. پروسه هضم وقت تکمیل شد، پروسه دیگه به نام جذب موجود است که مواد غذایی را از روده جذب میکنه به بلد سرکولیشن یا به جریان خون. این جریان خون مستقیم میره به کبد. خون آمد به کبد. در کبد وظیفه تجزیه و تحلیل و متابولیسم و وظیفه فیلتر توسط کبد انجام میشه. در جریان انجام امی پروسس یک سلسله مواد زائد و بیهوده تشکیل میشه که توسط امی مایع صفراوی میایه به کیسه صفرا و از کیسه صفرا به روده و از روده هم به محیط بیرونی خارج میشه. خب این از جمله وظایف اساسی کیسه صفراست. میاییم خود ساختمان مایع صفراوی را ببخشین، وظیفه اساسی مایع صفراوی است. مایع صفراوی ساختمان خیلی خوب دارن. 97% از آب تشکیل شده، تنها 3% مواد جامد است و این 3% مواد خیلی مهم است. نمک های صفراوی است، بایل سالتس. در پهلوی نمک های صفراوی بایل پیگمنتس که بیشتر حاوی بلوردین و هیموگلوبین می باشه، بایل پیگمنتس هم از اینا در کبد ساخته میشه. کلسترول جزء اساسی و خیلی مهم مایع صفراوی است که بیشتر هم زمانی که مقدار کلسترول زیادتر شد در خون و یا ساخت و سازش بیشتر توسط کبد صورت گرفت یا جذب بیشتر صورت گرفت، سبب سنگ کیسه صفرا میگرده. به نام لسیتین مواد خیلی مهم در کیسه صفرا موجود است که حاوی مایع صفراوی است. در خود کیسه صفرا مایع به نام میوسین تولید میشه، این هم جزء از مواد صفراوی به شمار میره. در پهلوی این مرکبات عناصر یا منرال های خیلی مهم و ارزنده در مایع صفراوی موجود است که باید هیچ وقت هم از یاد نبریم. کمبود و ازدیادشان به زودی سبب بروز انواع و اقسام بیماری ها می گردد. سودیم در مایع صفراوی موجود است، پتاسیم در مایع صفراوی موجود است، هم قسم منرال به نام کلوراید در مایع صفراوی موجود است. کلسیم که برای صحت استخوان و برای صحت جریان خون و صحت عضلات خیلی مهم است، در مایع صفراوی موجود است. بایکاربونیت در ساختمان مایع صفراوی موجود است. جمع مواد که دیگه نیاز نیست، end metabolic products
توسط کبد ساخته میشه. همه از اینا میایه به کیسه صفرا و از کیسه صفرا به روده خرد و از روده خرد بالاخره مواد زائد به محیط بیرونی میره. مواد مفید دوباره از طریق جریان خون، مواد مفید میایه از کبد به کیسه صفرا و از کیسه صفرا میریزه به روده، از روده پس جذب جریان خون شده و مستقیم میره به کبد. از کبد باز توسط مایع صفراوی میایه به روده، مواد بیرون میبره به روده، مواد فاضله را به روده میبره تا بیرون از وجود خارج شوه و دوباره خودش میره به کبد و این جریان همه روزه همه ساعت جریان داره. خب چی وقت سنگ کیسه صفرا تشکیل میشه؟ زمانی که مایع صفراوی در کیسه صفرا بیش از حد بمانه. چی وقت لازماً کیسه صفرا با لود از مایع صفراوی روبرو میشه؟ ببینین گرسنگی یا گرسنه ماندن، بعضی هستن که به خاطر کاهش وزن خود رژیم های مختلف را اختیار کردن، نان نمیخوره. زمانی که نان نخوریم مسلما هیچ تقلصی به وجود نمیاد که مایع صفراوی به بیرون بیه. چی اتفاق میفته؟ زمانی که نان بخوریم بعد از جویدن میرسه به معده، با مجرد که از معده به طرف اثنای اشر میره انزایمی به نام کولیسیستوکاینیز از اثنای اشر ترشح شده به داخل جریان خون میره و مستقیم خود میرسانه به کبد تا سبب کنترکشن یا تقلص کبد بگرده. زمانی که کبد تقلص کرد مسلما مایع صفراوی توسط چینل های صفراوی یا جریان صفراوی میایه به اثنای اشر یا به دوادینم و دوادینم جایی است که در اونجا هضم مواد غذایی خصوصا هضم شحمیات صورت میگیره. اگر ما بیش از حد گرسنه باشیم کنترکشن یا تقلص کیسه صفرا صورت نمیگیره و مواد در کیسه صفرا تنشین میشه و تنشینی از اینا بالاخره سبب تشکیل سنگ یا تأسیس سنگ یا کولیلیتایسیس میگرده. کولیلیتیاسیس یا کولیلیتایسیس. خب قبلا روی یک سلسله علائم یا سیمتومز گپ زدیم. تا زمانی که سنگ کیسه صفرا هیچ علائمی را در وجود نساخته و به وجود نآورده، هیچ عرض نداره، تا او زمان نیاز نیست که ما معالجه بکنیم. تقریبا 90% سنگ ها در کیسه صفرا ایسیمپتوماتیک یا بدون علامه هستند و فیصدی زیاد از اینا توسط التراساوند اکسیدنتلی تشخیص میشه، تصادفاً تشخیص میشه. مثلا مریض میره برای چکاپ اعضای دیگه وجود خود، یا بعض خانم ها میره به خاطر در جریان همون دانستن وضعیت جنین التراساوند میکنه، میبینه که سنگ کیسه صفرا داره. و بعضی ها بدون از اینکه علائم داشته باشن سراسیمه شده میرن به دکتر و در اکثریت موارد جراحی های ناخواسته و بی‌موجب هم صورت میگیره. خب زمانی که سنگ در کیسه صفرا سبب عفونت کیسه صفرا گشت و عفونت هم از خود علائمشون استفراغ، دلبدی، احساس گرنگی و سنگینی بعد از خوردن، غر و غر شکم، نفخ و باد، اسهالات، اینا به وجود آمد و هم از اینا برخواسته از سنگ کیسه صفرا بود. در اون صورت میتونیم که گزینه معالجه را انتخاب بکنیم. از گزینه هایی که بر معالجه موجود است یکیش کولیسیستکتومی یا برداشتن کیسه صفرا است که فعلا مودالیتی یا تکنیک های خیلی خوب برش به وجود آمده. لپراسکوپی کولیسیستکتومی گزینه خیلی خوب است که شق شکم در آن صورت نمیگیره بلکه توسط کامره کیسه صفرا را برمیداره که در جوامع ما به نام عملیات های لیزری هم مسمى شده. خب بیاییم به سنگ کیسه صفرا. سنگ در کیسه صفرا اگر علائم نداشت هیچ معالجه نمی کنیم و اگر علائم را در وجود آورده بود اول باید گزینه مدیسنز یا ادویه را انتخاب بکنیم. چگونه؟ یک تاریخچه مشخص از مریض، جمع GPA General Physical Examinations، جمع Systemic Examinations، اینا باید صورت بگیره. در General Physical Examination بیشتر ببینیم که
کلبینگ موجود است یا نه. کلبینگ پوندیدن ناخونا را میگه. اکثرا این علائمی که قبلا برش گفتیم در سرطان‌های کبد و سرطان‌های کیسه صفرا به وجود میاد، ولی با هر سرطان کلبینگز یا پوندیدن ناخونا هم حتمی است. در سیستمیک اگزامینیشن، در معاینه شکم باید به مرفی ساین توجه کنیم. مرفی ساین یک معاینه مخصوص است که دست خود دکتر معالج روی قسمت بالای شکم کم فشار میته و از مریض خواهش میکنه تا تنفس کنه. در زمان نفس کشیدن احساس درد به این معنا که عفونت در کیسه صفرا موجود است. به هر حال اگر تثبیت شد که کولیسیستایتیس یا عفونت در کیسه صفرا است، میتونیم از در مرحله اول از آنتی بیوتیک استفاده بکنیم. آنتی بیوتیک از طریق رگ میتونیم به مریض بدیم تا عفونت از بین ببره. آنتی امتکس یا دواهای ضد استفراغ به مریض باید داده شود. خوب از در استفراغات حاد از آنسرت یا اندانستران میتونیم استفاده بکنیم. جمع پین کلرز یا آنالژزیکس. اگر با اینا وضعیت مهار نشد، عفونت دوام کرد، در اون صورت گزیر ناگزیر باید جراحی بکنیم که توسط جراحی تمام کیسه صفرا برداشته میشه و بعد از او اگر تدابیر خوب برای رعایت حفظ الصحه نداشته باشیم، یک لایف استایل خوبی را اختیار نکنیم، بعد از جراحی ریفلکس بایل ریفلکس گاسترایتس و بایل ریفلکس اسوفیگایتس دو التهاب و عفونت است که در معده و میری بعد از جراحی کیسه صفرا ممکن است به وجود بیاید. این که کیسه صفرا التهابی است و نیاز مبرم به جراحی داره، این انتخاب باید دکتر بکنه نه مریض. ممنون.